من استادم را به این مدال و دستاوردش تبریک میگویم که در آینده ما هم میخواهیم که مثل این جوانان پرچم برداری ملت شویم. من میرزازاده یعقوب در زن محمد شریف نجمی‌الدین طول یک سال می شود که من مشق کنم و ما میخواهیم که مثل استادمان پرچم برداری دعوت باشید. ما شاگردان محمد شریف نجمی‌الدین و ما آن را به این دستاورد خود تبریک میگوییم. امروزها در سراسر کشور صدها طلورهای مشق و تمرین فعالیت دارند که هر کدام آنها می‌نماییم که در چنین دولتی صلح و ثبات تنگ و آرام زندگی می‌کنیم و این همه دستاوردها باعث استقلالیت تاجیکستان میباشد و ما امکانیت می‌تواند که ما جوان‌ها در دیگر دولت توانیم که پرچم جمهوری تاجیکستان را پرافشان نماییم و طول یک سال می‌شود که در مکتب ورزشی ناحیه فیض‌آباد بچه‌هایی که شما دیدید به نوسان مشق و تمرین داده ایستادم و در آینده می‌خواهیم که نسل فیض‌آباد نسل نورسان فیض‌آباد همین گونه 10-15 نفر شوند و بیرقبرداری وطن و آبروی فیض‌آباد گردند و با باوری کامل گفته می‌توانیم که شاگردان ما همشون خوب هستند و مشق‌هایشان خوب رفته ایستاده است و ما باوری کامل گفته می‌توانیم که با سال‌های نزدیک با مدال‌های زرین به فیض‌آباد برمیگردیم. سهمی ارزنده در رشد ورزشی ملی می‌گذارند. یکی از چنین مکتب‌های ورزشی می‌باشد که سال‌های اخیر به مرکز اساسی تربیت پهلوانان جوان تبدیل یافته است. از اینجا پهلوانان شناخت و ده‌ها ورزشکاران دیگر به میدان‌های بین‌المللی قدم گذاشتند و گشتن جودو، کوبک یدینست و سزاوار مدال‌های طلا، نقره و برنجی گردیدند. یکی از چهره‌های درخشان این هیئت که با مبارزه جسورانه‌اش توانست جای اول را صاحب شود، پیروزی نشان داد که تاجیکستان دارای نیروی جوان امیدبخش است و چنین ورزشکاران در آینده می‌توانند پرچم کشور را در سطح جهانی باز هم بلندتر بردارند. این تالار مکتبی حقیقی پهلوانی میباشد. در اینجا نسل نو از روزهای اول با اراده، مسئولیت و احترام این رشته ورزش را می‌آموزند. مربیان با تجربه بلند توانستند محیط سالم را به وجود آورند که نورسان با آرزوی کلام به آن قدم می‌گذارند. از مسابقه‌های منطقوی تا چمپیونات‌های بین‌المللی ما از همین نورسان و جوانانند که با شرافتشان نام تاجیکستانی عزیز در جهان با افتخار صدا می‌دهد. آنها مثل پهلوانان شناخته راه خود را از این روز آغاز نمودند و باور داریم که با زحمت این قشر جوان پرچم کشور ما باز هم بلندتر خواهد شد و سرود ملی ما در میدان‌های جهانی بیشتر صدا خواهد بود. جان برای وطن نثار ما نکنه ما امروز خیلی شادیم که استاد محمد شریف نجمی‌الدین سزاوار جای نمایش ما از این خیلی خوشحالیم و تبریک برای همین ما در آینده استادمان باید داریم که با مدال بازی‌های المپیک و جمهوری تاجیکستان برمیگردند. بدن شریک ما نشوه کی میشود حفظ و وفای و شیران ما نکنه کی میکنه دل بدنی بدن فیگار ما نکنه کی میکنه جان بدنی بدن نثار ما نکنه